با درود. من میخواستم یک چیزی رو بگم و اونی که دوستان شهاب سنگی ما، کسایی که تازه دارن میرن دنبال شهاب سنگ، باید بهشون بگم که شهاب سنگ ها خیلی سرراستن. یعنی شما یه شهاب سنگ رو میاری که مطمئنی شهاب سنگه، با یک سابیدن کوچیک خودش نشون میده. اصلا لازم نیست شما حرکتی بزنید، کاری بکنید. ببین اینو من اصلا فقط سابیدمش، الان کندرولاش اومده بیرون، اینجوری فلزاتش هم داره خودشو نشون میده. خیلی راحت. بنابراین دنبال چیزای پیچیده نباشید. به همین سادگی شما یک ساب بزنی، سریع آهنش میاد بیرون و خودنمایی میکنه. ممنون.